سرخط خبرها. جریمه بیش از 2000 کارمند اداره‌های دولتی در تاجیکستان. رئیس شهر نو گفت آموزگارانی که سفری حج کردند حق ندارند در وظیفه‌های رهبری بمانند. و در ازبکستان برای فحش و حقارت در اینترنت جزا جاری می شود. روز بخیر بینندگان گرامی، برنامه نوید بامدادی را امروز 10 فوریه با چند خبر از تاجیکستان و بیرون از آن پیشنهادی شما میکنیم. امیدوارم خوبید و برای چند دقیقه دیگر ما را همراهی خواهید کرد. در یک سال بیش از 2300 کارمند اداره‌های دولتی را در تاجیکستان برای پیشنهادی آماری نادرست و اضافه نویسی جریمه بستند. جمشید نور محمدزاده رئیس آژانسی آمار روز 9 فوریه در نشست مطبوعاتی گفت اکثر این موارد به ساحه کشاورزی راست می‌آید. به اطلاع وی برای چنین عمل منصبداران زیاده از 1,200,000 سامانی جبران پرداختند. مقامات در تاجیکستان پیوسته از رشد اقتصاد گپ میزنند، ولی مخالفان حکومت همواره نشاندادهای بلاکی اقتصادی کشور را مورد شبهه قرار میدهند. در ناحیه شهر نو آموزگارانی که سفری حج کردند دیگر حق ندارند در وظیفه‌های رهبری مکتب فعالیت کنند و یا حتی رهبری صنف باشند. عبدالقادر ولیزاده رئیس ناحیه شهر نو اخیراً در ملاقات با خبرنگاران گفت 70 آموزگار از این ناحیه سفری حج کردند و از آن انتقاد کرد که اکثر این معلمان در درس‌ها به خوانندگان به جای برنامه درسی از این سفری خود به حج قصه می‌کنند که به گفته رئیس ناحیه درست نیست. به تاکید او آموزگاران چنین حق ندارند و نباید میان خوانندگان تشویقات برند. این حالت را متخصصان ناحیه در مکتب‌ها سنجیدند و دستور شده است که آموزگارانی که به خواننده‌ها قصه سفری حج را می‌کنند دیگر نباید چون رهبری صنف فعالیت نمایند. نظری آموزگاران ناحیه معلوم نیست. سال گذشته رهبریت آژانسی خدمت دولتی تاجیکستان هم از سفری حج کردن مقامداران دولتی ناراضگی کرده گفته بود بهتر است آنها بعد به نفقه برآمدن حج کنند. در همین حال میان کارمندان اداره‌های دولتی و آموزگاران هم چنین نگرانی‌ها وجود دارد که با رفتن به حج احتمالی از کار آزاد شدنشان جای دارد. اداره وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان میگوید به دلیل به سر قدرت آمدن حکومت نو در سوریه موضوع بازگردانیدن زنان و کودکان جنگجویان تاجیک از اردوگاه‌های آن کشور ناروشن باقی مانده است. به اطلاع این نهاد حالا 250-300 زن و کودک جنگیان تاجیک عضو گروه تندروی دولت اسلامی در عراق و سوریه قرار دارند. سهیل قادری مدیر شعبه حقوق کودک وکالتداری حقوق انسان روز 9 فوریه در نشست خبری این نهاد گفت به تغییر یافتن حکومت در سوریه عین زمان گروه کاری دیگر در این سمت فعال نیست و تقدیر زنان و کودکان باقی مانده تاجیک نامعین باقی مانده است. اما به گفته این مسئول حقوق کودک در تاجیکستان دولت در فکر یافتن راه‌های بازگردانی این افراد است. بنا به آمار مقامات تاجیکستان شماره زنان و کودکان تاجیک در سوریه بیش از 800 تن بود که قسمی از آنها در چند مرحله برگردانیده شدند. بنا به اطلاع آژانسی آمار تاجیکستان در کشور قریب 58,000 نفر یا 2% رسما چون بیکار ثبت شدند. اما برخی از منصبداران از آن نگرانی میکنند که جوانان جایهای خالی کاری را قبول نمیکنند. رئیس کمیته جوانان و ورزش گفته است جوانان به کارهای صنعتی یا کارهای وزنین چندان میل ندارند. خود جوانان چی میگویند؟ پاسخ در گزارش همکارم شهلای عبدالله. قربان بیش از 1 ماه باز بیکار است. از این پیش در ساختمان‌های شهر دوشنبه کار می‌کرد. میگوید کاری آسان نیست ولی درآمدش تا جای بهتر است. حالا در جستجوی کاری نو در ساختمان است. زمستونه که خیلی جای کار نیست. یا شناسا در زنگ زدستان میگه این روز پگه یا خیلی جای در محکم کردگان میگه روز زنگ میزنیم یا 2 روز. به شناس کار نمیشه. لبا جا شناس در کار کم ترک مقصد یگان جای دیگر میگیرن بعد بورگی نمیتر یا خیلی بورگی نمیتر کار تو کچخلا یا خیلی آدمو میگم ما کار میکنیم خیلی کم میزنیم مالیارکم میزنیم شکاتور میکنیم بعد کار دم میرون نمیتونه کار کرده بعد خیلی هم هست. یعنی حتی در ساختمان هم شناس در کار است؟ کنیش لبا جا شناس در کار است. به شناس یگان جا در نمیتونه کار کنه. حاضر چند وقت شد بیکارید شما؟ قریب 1 ماه. خیلی بد زندگی کرده است. گذر کرده استیم.
کم درک چی کردیم جمع کردیم اینا با خورده استیم ده. ولی قربان میگوید اگر امکان و شرایط می داشت میخواست برای کار به خارج کشور رود. مثل این مصاحبه ما اکثر جوانان حال آرزو و تلاش کار در کشورهای خارج را دارند. میگویند با معاشی که در داخل پیشنهاد می شود نمیتوان زندگی را به دشواری پیش برد. نداریم желание ورزه که مثلا کارخانه دولتی در کار کنیم. برای چی؟ معاش کم آیو خیلی خیلی تبورم بسیار یو رفقا کار میکنن خب میگه 1,500 سوم هیچ نمیشه خود زندگی. باشه درآمد سال باشه 4,000-5,000 میریم ابزارت نه روزانه که جای باشه فرآیند داره گاهی درآمد ساز میشه. خود امریکا باشه که درآمد باشه گاهی کار کنی اپا. درآمد چقدر است اینجا بفکرتون؟ اگه ما کار نکنیم در جاپا جون نمیدونیم ما میریم خارج با میبینیم اپا یا ما یکی میستیم با میریم ابراد. جا خوب است درآمد. ساز از شگر 10,000 سومونی قد سال 10,000 سومونی نمی بغیر از خدا و سوسو دپنیتاسیت 18,000 میمونه دست. بعضی از آنهایی که بعد سالهای کار در روسیه به وطن آمدند میگویند نرخ و حجم کار در کشور با معاش اصلا موافق نیست. اون سوایی که اولی که شاید 10-15 هزار سومون باشه. نبود مثلا نگفتید چون مثلا. نه ما در تاجیکستان کار نمیکنم اپا. 1,5-2 هزار سومون در کی کار میکنه اپا. یکم کس کار میکنه. ها کاست آدمایی که استودنتا کار میکنن و یا میخونن اپا. ما استودنت نباشه. بنا به آمار رسمی سال 2025 شمار جوانان بیجای کار در کشور به 1.8% برابر بوده است. مسئولین کمیته کار با جوانان و ورزش میگویند امروز در داخل برای جوانان کارجوی امکان زیاد پیشنهاد شده است، اما با تاکید آنها خود جوانان میل کم نشان میدهند. شما دیده استودید که تمام رشد ساحه گوناگونی در کشور همه ساحه بخصوصا صنعت دیگر ساحه رشد کرده است روز به روز. امروز امکانیت‌های خیلی خوب هم هست ولی جای پوشیدن است که جوانان خیلی کم توجه دارن به کارهای مثلا صنعتی یا که مثلا در نیروگاه برقی آبی روغن چقدر وکانسی‌های جای خالی با تعداد معاش‌های بزرگ خالی است، حتی خارجی‌ها در اونجا جلب شده ایستادند و تعداد آماری که پیشتر بود بیکاری جوانان به اون گونه هم نیست. در همین حال اکثر جوانان میگویند اگر در کشور کار با معاش خوب و مناسب باشد آماده‌اند که بمانند و کار کنند. برای دریافت کار خوب در داخل به گفته برخی باید یا امکان مالی و یا واسطه خوب یا دانش قوی داشت. اهالی تاجیکستان سالانه تا 200,000 نفر می‌افزاید و 70% اهالی بیشتر از 10 میلیون نفری کشور جوانان هستند. با وجود فشار و عذاب‌های کشور مهاجرت، همانا ده‌ها و صدها هزار جوان هر سال از بیکاری یا به دلیل مزد کم راه روسیه را پیش می‌گیرند. بیننده عزیز، اگر شما هم در این مسئله در موضوع بیکاری و یا به کدام کار بیشتر میل داشتن جوانان گفتنی دارید لطفاً به ما نویسید. برنامه را با یک خبر از ازبکستان ادامه می‌دهیم. در کشور همسایه برای نشر و استفاده دشنام و حقارت در اینترنت از جمله شبکه‌های اجتماعی به زودی جزا به شکل جریمه و حبس جاری می‌شود. طریق قانون در این زمینه در خوانش اول در عالی مجلس یا پارلمان ازبکستان قبول شد. در این باره روز 7 فوریه در تلگرام کانال پارلمان خبر داده شده است. وکیلان مجلس ازبکستان برای نشر الفاظ قبیح در اینترنت جریمه در حجم 5 میلیون سوم یا $400 و هم حبس مأموری به مهلت تا 10 شبانه روز را درست می‌شمارند. وکیلان میگویند که هدف آنها با رعایت مدنیت و آداب رفتار در اینترنت عادت کنانیدن کاربران میباشد. و امروز در تاریخ چی روز است و کدام تحولات رخ داده است؟ در این لحظه برنامه بخش یک روز در تاریخ را می‌بینیم که مهمترین تحولات تاریخی در روز 10 فوریه را فرا می‌گیرد. زمستانی سال 2008 با سردی فوق‌العاده‌اش به حیات بسیار ساکنان و کاری بخش‌های مختلف تأثیری منفی گذاشت.
мақомот дар сатҳи созмони милали муттаҳид аз фоҷиаи табиӣ изҳори нигаронӣ ва дархости кӯмаки байналмилалӣ карданд. Низоми барқдиҳӣ ҳам осеб дид ва мактабҳо ба таътили чанд ҳафтаӣ нафиристода шуданд. Оҷонсии Регнум аз қавли манбаъҳо дар вазорати беҳдошт аз марги 242 навзод ва 12 модар дар зоишгоҳҳо дар давоми як моҳи ахир хабар дод. Манбаъ гуфт мақомоти беҳдошт иллати на ҳамаи ин ҳодисаҳои маргро ба бебарқиву сардиҳо рабт доданд. 10 феврали соли 2017 изҳороти тунди дипломати аршади аврупоӣ дар бораи мизони баланди андозбандии ширкатҳои хориҷӣ дар Тоҷикистон аз фазои номусоиди сармоягузорӣ дарак дод. Ҳидоят Бишчевич, раиси намояндагии Иттиҳодияи Аврупо дар Тоҷикистон гуфт, даҳо ширкати тиҷоратии хориҷӣ аз гаронии молиёт ва санҷишҳои батакрори сохторҳои андоз шикоят карда, дурнамои кори худ дар бозори Тоҷикистонро тираву тор баҳо доданд. Талошҳои баъдии ҳукумат ба ислоҳи вазъ натиҷаи зиёд надод. 10 феврали соли 1946 Тоҳири Абдуҷаббор таваллуд шудааст, ки дар таърихи солҳои 1990 бештар чун меъмори аслии истиқлоли Тоҷикистон ёд мешавад. ҷунбиши мардумии растохези таҳти раҳбарии ӯ нахустин созмони сиёсӣ дар Тоҷикистон буд, ки дар муқобили ҳизби Яккатози коммунист баланд шуд. Тоҳири Абдуҷаббор муаллифи нахустин матни эъломияи истиқлолияти Тоҷикистон буд. ӯ соли 2009 дар 63 солагӣ бар асари саратони мағз даргузашт. субҳи имрӯз дар бархе аз бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон арзиши доллар бетағйир монда, нархи рубл дар баробари сомонӣ каме поин рафтааст. 100 доллари амрикоӣ ба 930 сомонӣ баробар буда, 1000 рубли русӣ 119-120 сомонӣ арзиш дорад. қурби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон каме фарқ мекунад ва барои имрӯз чунин таъин шудааст. бинандаи азиз, сипос ки то ин лаҳзаи барнома бо мо будед. хабарҳои дигарро дар идомаи рӯз аз сомонаи радиои Озодӣ ва саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. хайр, то фардо.